زیرتل سر پرسیت راوستین و چهار سر کردن پرزگری کان و بتایبتی جی شاندنا موچه فرمانبرین هریما کردستان و که خو که چهار رکفتن سرهاتی کرن برای سیپان شیروانی اندام پارلمنت و عراق نواستوی داد گلمده برای سیپان این گلب خیراتن. زور سپاس. جاری هر دو لجنه چادری دارای جی جویا شاند حکومت جی چود گل کمیته دارای جویا نو کمشین بیشین چه هنجتک دست بغداد دانه ما بتایبتی جی ریگریام بکن سر هنارتنا بشب و جیان جی تایبتی جی موچه فرمان برن. ولی بناو خود مزنون دلوان از دو قناعت دا لایمه و اگه و سوال بکن که چه هنجت نمانه لمیجه چه هنجت نمانه چونکه حکومت هریما کردستان زور پرجدی جدی بوردی همه او ارکت سرشان خو او مطلوبت کلیه بوی جب جب کرده ولی پیش داشت لفتره رابردوش دا بشکی زوری و داوکاریت که هبون یعنی او بو تفسیرات که جیاواز بو هندک مواد چه قانون موازنه یا چه دستور یا قانون اداره مالی یا هر قانون که دیکت هاته کرنه بس بو هندک که ارقله بیته چه کرنه لبردم هناردنا حسه هریما کردستان یا نیش بشوازه که گشتی بردم رکفتنا بین هر دو حکومت هریما کردستان و حکومت فدرالی بس بوه قناغه جناب سرک وزیران لجنه و شاند حکومت هریمی کردستان یا راست پارده که هر دواکاری که هبیتند وقت خدا و باشترین شیوه جب جب کنو هیچ گمان اک دفوان نهیلن حتی سردان دومایی شاندامه با پارلمان عراق و لجنه دارایی جناب وان او شاند راست پارده بو که پشودریجی و بینکافره تواوی پرسیارت وان جواب دانه و بوینده که هیچ گمان و هیچ بربست و هیچ خالکی جی ناکوکی یا جی گمان آوان بیتن همی ابراوین یعنی هر گمانک هر پرسیارک آوان هبت بیدودلی حکومت جالی خوب بشاندن که هنرتین بغداد بر صفاتین دار سطاسات زور پشودریجی بینکافره یعنی تحمله که به حد زور شانده ما حکومت ما معاملات گه و موضوعی کرده که شوازه که دستوری قناعت بوان چی بی که همه التزامات دستوریت خومه جبجه کرده قناعت بوانا چی بی قناعت بوان ایلا چی بی هز ویجاری پرسیار بکم اوانا باوری ویجاری دی ویجی ها با او جی بشدار بیم گریدای هوربینیال سر لیستا مچخوران اب خوشی شانده یدی کمیته دارای الفیری بینه خوی او وردبینیت که هاتیا کرنه بین هر دو دیوان چادری دارای یا فدرالی یا حریم باش پره چونه زوربه مراحل جی دستخوشی وان با یعنی دستخوشی حکومت هریما کردستان کرده برانبر او هاروکاریت کرده او زانیاریت که ده بردست وان او رکارت که لخرجیات و لداهات پیراو کرده همه یاسایی و دستوری بونه و به معامله که قانونیات یا کرده ایدی اگر جاره کدی که زیدتر و که من اشارت پیدای خالق بهت ودید نه رنگ دو بربسته که بگرن جهتک یا چند جهتک لعراق ده هبن وین نقطه که وبینن تفسیرات که جواز بکن جهتک خوی حکومت عراق مشکلاوی هوا او حکومت که ل20 سالت رابردو هبوی حتی اورال عراق نودا حکومت دیشین به این زور جارا ضعیفتر بوه لأحزاب سیاسی یا لأشخاص دیاری کردی العراق دا یا دیشین بین حکومت زور بی جارا یاد بن هیمنا احزاب سیاسی دا بوی العراق رنگ زور قرار هبن حکومت رئیل سنه بیتن بس احزاب سیاسی فرض گنیان جاری شه بوی هندک وزیر لوزارت حکومت زور پابندین قرارت سرکایت انجمن وزیران یاند کارنامه حکومت بلکه پابندن به اجندای حزبت خوید سیاسی و موضوعانه دا هر گریدای داتا هوربینیا برینو کجی حکومت هریما کردستان افشاندت خوبه و طیبتیجی یعنی لجنه دارایی و دیوان دارایی همی داتا یک پیشکش کردین و جاری هر دو آلی پیک و بینه هیچ براوردی که وناکریت گل داتا این برینو که کو بیجن ایدی برینو که مباری نبیان نو که باوری زیرتر یانجی تماما او داتا این برینو که جاتینه پیشکش کردن صداست و کیوان داتا نه اوین کو هر دو کمیتین دارایی هوربینی سر کردن شرط نیه او داتا کو او داوات کن یعنی لنفسی موضوع بید کو پیش دا داوا کربن جاره کدی بین لنفسی و موضوع کن رنگ جاره های پرسیار دیکه هبن بابت دیکه گریدای و موضوع هبن پرسیار السب کن یعنی
بو نمونه اگر ببین وانیا که بین جماره موچه خورت حرمه چنده سالا کدی جاره کدی الما پرسوان مانگه کدی جماره موچه خورت حرمه چنده بزانین افرو ام راز بینیان دون راز گوتیه نه رنگ دونه ببین جماره موچه خوره چنده افرو رنگ تکرای موچه وان چنده معدل موچه چنده یعنی دکریت بابت دی و پرسیار دی که هبن یعنی سوال دی که پیوندار به موضوعانه و روزانه زیاد تکنو بس نابینیم مثلا حتی هین جیل عراقی نه هین گل شیعه و سنه و دمک در باز کرد نباوریک هی اف نباوریه و نبو چه ودگره یعنی اول هنجت گرهن یعنی جی راستی جی شفافیتک نویه اوانات وید گیف داد چونه که زیده تر بکن او حکومت افرو کل عراق های بسرکاتیا برس محمد شاه سودانی برای ما حکومت که دیشید باشتر بید لزور حکومت که پیش ده هیو حکومت سودانی ویتن یه جدیه شول سهندید کرد که مشکلات دارایی و مشکلات هلواسرایی بین حکومت هرم و حکومت فدرالی چاره سر بکرد یعنی ما افرو قناعت بسودانی های که باراسته که ایجابی سف موضوعانه دی شول کرد بله مشکل احزاب سیاسی نه هندک احزاب سیاسی تایپ رأی من نک مسئله باری بحرمینینه از دو قناعت دا هندک احزاب سیاسی تای یا هندک لعن سیاسی تای کو اصلا باور په عراقی بونا کردستان نینه باور په عراقی بونا ملت کرد نینه پیشنا که از نوع کسی ببیم او رو تاراده که گجبینی های جوه که ایجابی های بین لعن سیاسی و بخصوصی پشتی سردان جناب سرک وزیران ل 15 سپتامبر 2023 دا کد گل شانده کابل سردان بغداد کرد هم گل سروکایتی و دا سالادارت حکومی همیش گل احزاب سیاسی خرا کو بوه و او سردان جنابه و دشین بین خالکا هلگرانوه یا نقطه الانقلاب بین زیده کردن مشکل با حرم کردستانه دیگه دست پیک بو چاره سر کردن مشکلات گه حرم کردستانه مادام افرو جوی که ایجابی هیا ام ایلا همه نوعی که پیشوازی الوجوی بکن ام ایلا پالپشتی الوجوی بکن که بو آراسته که باشتر ببنو بله مشکلات مادیت حرم کردستان بین چاره سر کردن پابند ببن په موازنه پابند ببن ماده 121 دستور عراق پابند ببن په التزامات حکومت فدرالی بلام برانبر حولاتیت کرد بند باشتر ام افرو دست به تمیز کردن بین وجهات بکن کاکید گل مدار هفدنگی یک جی نوا کردستان ده هیج بوی فی مسئله جداش پرسیندن هفدنگی های کنگی هفدنگی ها بو 13 سپتامبر 2023 تقریبا 2 روز بری سردان جناب سرک وزیران بو بغداد اما که همه فراکسیونت کردی هاتین که واجوا کن بکن که حکومت عراق پارلمان عراق یعنی انجمن آنوینران فشار الحکومت عراق بکد پرسا موچت فرمانبری حریم کردستان ایلا بیت جب چاره سر کردن و جداکرش انفاق فعلی موضوع سیاسی و انفاق فعلی و اجنده سیاسی بیت دوره خستن همه پارلمانتارت کرد به فرق و جدای خرواجو کرد اول یک ریزی که باش بو همه تو قناعت دا تأثیر که باشش ده بید بله پشتی 2 هفتیال و برواره جاره که دی هندک برادرت کرد هاتن داواکاریه که دی که پیشکش کرد زوربه دی لعنه دی نوی نوی و یک کتی و هندک احزاب دیش پارلمانتار دیش گلوان واجو کرد داوا هنده کرد که داوای که نادستوری بو که موچه فرمانبران راسخوف البغدا بیته داره ما قناعت به داواکاری نبو که پارتی بو اما واجو نکرد سبب چه ما قناعت نبو اولا نادستوریه اول داواکاری نادستوریه یعنی لو فرضنا دستوریش بید اگر نادستوریش بید تو مصلحت خلق حرم کردستان داوی اف داواکاری قابلی جیب جبون نیه جیب جنابی چون که بو چی جیب جنابی من مشکلات تمویل هایی حتی تازه هیچ بانک که کردستان فشل نه اینایل چونیتی یا دابش کردن موظفه قصد تاخیر کردن پیچه نبود و اداره کافش اول نبود نکمه اگر بانکت ما فشل اینا بیل دابش کردن موچه هنگی هم دو بدیل که دیگه بو طول یان بو وسیله دابش کردن موچه یعنی بانک کردستان نبود بانک تراقی بود اگر هاتو و حالته بلا مادام بانکت ما هیچ مشکلی نیه بانکت ما هیچ مشکلی نیه بو نشد معاشا دابش کرد چون که حکومت عراق تمویل نکردیه حسی حرم نه ناردیه
حسی هریما کردستان اگر قناعت بن بو بانک عراقیان تی بی آیان هر بانک کدی که فریکن دت سر مانگو معاش فرمان برابر فرمون بو عین سوزات دادن وجرش اگر حتی و قناعتش چکن اگر بیت جیب جکرنه حکومت عراق راضیش ببی بیت دل بانک عراق براسا خوش فرکین رک خصنا و بابتی رنگ 5 سال و 10 سال بخاینید حتی و وحده حسابی چید بید افهم موظفانه ود گیزن افهم کارتا چید بید یعنی شو لکا خیالیه یعنی ناکره من پیشتریش لیر آماجا بکرده اف موضوع وهمه بهنده ما وکی فراکسیون پارتی لسروی بابتی واجو نکرد پشتی اینگی من چند برادر را پرسیوید که واجو کرده مکتو باشه هنگزانن اوه نه دستوریه نه قانونیه نه قابلی جبه جه کرنه جب جنابید بس خول خصنا چاو خلکی هنگو بو واجو کردیا گوت والله ملبس شارعه با خلق نبیتن فلان پارلمانتار دیجی موچمل به هنده می واجو کرده گلک سپاس سیپان شیروانی اندام پارلمان عراق این گل مدابون گلک سپاس با سیویات فرسرین باشتر بود انشاءالله سپاس